آموزش دوتا پارت 13. اگه رولتو اشتباه بری حتی بهترین هیرو هم کمکت نمیکنه. به طور کل رولهای بازی به 5 دسته تقسیم میشن. پوزیشن 1 یا کری در سیف لین بازی میکنه و تمرکزش روی فارم و قوی شدن برای اواخر بازیه. پوزیشن 2 یا مید تنهایی در مید لین قرار میگیره برای گلد و لول اپ بیشتر تا روی بازی تاثیر بذاره. پوزیشن 3 یا آف لین معمولا هیرو مقاوم یا اینیشیتور هست و وظیفه‌اش ایجاد فضا، شروع فایت و اذیت کردن کری حریفه. پوزیشن 4 یا ساف ساپورت معمولا کنار آفلین شروع میکنه ولی آزادانه روی مپ حرکت میکنه. وظیفش ایجاد فضا برای بقیه رول هاست. پوزیشن 5 یا هارد ساپورت کنار کری در سیف لین قرار میگیره و بیشتر روی حمایت از ویژن کری و کنترل لین تمرکز داره. اگه بازم از این مدل ویدیوها دوست داری، ویدیو رو لایک و پیجمو دنبال کن. هر روز آموزش داریم.